محققان کشور توی پژوهش نشون دادن که چاقی و کم تحرکی میتونه به عنوان عامل مستقل برای ناباروری زنان مطرح باشه. بنابراین باید سعی بکنن که این مشکل رو کنترل کنن. ناباروری اولیه به صورت ناتوانی در بارداری علیرغم زندگی مشترک و قرار گرفتن در معرض حاملگی برای یک دوره 1 ساله یا بیشتر در زنان 15 تا 49 ساله غیر شیرده، فعال جنسی و بدون اجرای فرآیندهای جلوگیری در نظر گرفته میشه. طبق داده‌های موجود 60 تا 80 میلیون زوج در سراسر جهان از ناباروری رنج میبرند، اما با استفاده از روش‌های مختلف، روش شناختی و تعاریف عملیاتی متفاوت در تخمین شیوع و تحقیقات معمولا داده‌های متناقضی رو تولید می‌کنند که پیش‌بینی دقیق روندهای جهانی و برآوردها رو سخت می‌کنه. با این وجود بزرگی این مسئله مداخلات جامع و طولانی مدت در بهداشت عمومی رو می‌طلبه، زیرا عمده عوامل خطرزای مربوط به اون قابل پیشگیری است. بنابر نظر متخصصان برخی از دلایل اساسی ناباروری اولیه شامل سموم محیطی، استعمال دخانیات، چاقی و استرس‌های روانی است. علاوه بر این عوامل جامعه شناختی جمعیت مانند سن، نژاد، سطح تحصیلات، سن ازدواج، نوع خانواده، شغل و وضعیت اقتصادی اجتماعی برای بررسی رابطه علمی در تحقیقات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته. چاقی بیانگر یک بیماری همه‌گیری جهانی با پیامدهای بالینی اجتماعی و اقتصادی عمیق که در کشور توسعه یافته همچنین کشور در حال توسعه رو به افزایشه. زنان در سن باروری نیز از این روند چشمگیر در امان نیستند. چاقی از علل اصلی افزایش خطر ناباروری معرفی شده که عمدتاً به اختلال در محور هیپوتالاموس، هیپوفیز، تخمدان، کیفیت پایین تخمک و تغییر پذیرش داخل رحم برای ایجاد جنین میشه، یعنی تغییر پذیرش آندومتر مربوط میشه. در خصوص این موضوع پژوهشگران مطالعاتی انجام دادن که در اون ارتباط بین فعالیت بدنی و چاقی با ناباروری در زنان در مورد اونها مورد ارزیابی علمی قرار گرفته. 200 زن بارور و نابارور 20 تا 40 ساله مراجعه کننده به مرکز ناباروری رو چک کردن و برای این کار از پرسشنامه‌های خودآزمایی در مورد ویژگی جمعیتی، شیوه زندگی، فعالیت بدنی و رفتار کم تحرک استفاده کرد. علاوه بر این ویژگی‌های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی این زنان هم اندازه‌گیری کردن، سپس کل داده‌ها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن. نتایج این مطالعه نشون میده که فعالیت بدنی پایین، رفتار بی‌تحرک و چاقی از عوامل خطر مستقل و مرتبط با ناباروری، لذا باید به رفتارهای شویه زندگی در زنان برای پیشگیری و حتی درمان ناباروری توجه بیشتری بشه. و دیدن که سطح فعالیت بدنی و توده بدنی در زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور به ترتیب کمتر و بیشتر بوده و نتایج نشون داده که در زنان با سطح فعالیت بدنی متوسط شانس ناباروری کاهش پیدا میکنه. در ضمن زنانی که بیشتر از 300 دقیقه در روز رو بدون تحرک میگذرونن 2 برابر بیشتر از زنان فعال جسمی دچار مشکلات باروری میشن. عدم تحرک بدنی، رفتارهای کم تحرک و نمای توده بدنی در زنان با ناباروری ایدیوپاتیک یعنی بدون علت ارتباط داره. این مطالعه مورد شاهدی نشون میده که عدم تحرک بدنی، رفتار کم تحرک و نمای توده بدنی بالا عامل مستقل از خطر ناباروری هستند. این یافته‌ها بر ضرورت ترویج و ارتقای مراقبت‌های حمایتی از شیوه‌های زندگی در طول بارداری و درمان باروری و بهبود میزان بارداری و نرخ زاد و ولد تاکید داره.